جماعت اسماعیلی ناحیه و باجان غفورов دارای بیش از 30,000 نفر اهالی 16 دهه و 27 محله بودند. راهی اتومبیلگرد خوجان 8 از مابین این جماعت میگذرد. طوری که به ما مسئولین اصرار داشتند با نظر داشت تعمیر طلب بودن راه و با مقصد آبادی ده فعالان جماعت به خلاصی آمدند که با جلب اهالی، صاحبکاران، شخصان سخاوت پیشه و نفرانی که به نیت سفر حج مبلغ جمع نمودهشان را به کار خیر صرف کردنی‌اند در مرحله اول 7 کیلومتر راه اتومبیلگرد خوجان 8 را در حدود جماعت پورا منفرش کنند. یادآور می‌شویم که مساحت عمومی این راه اتومبیلگرد در حدود جماعت 12 کیلومتر را تشکیل داده پورا به بازنفسازی نیاز دارد. تا به امروز 4 کیلومتر این راه منفرش کرده شده است. من باشندگان جماعت اسماعیل دهی سانغور عزم گرفتیم که یک من دهمه آباد باشد مثل دیگر جماعت‌ها دهه‌ها شهر و ولایت ما یک دهمه آباد باشد. این راهی ضروری راهی حتمی مهمانان میگذرند من از اش خوجان میرم خوجان اش میرم گذشتگان همه دعا میکنند من اسفالت آباد دست دهی سانغور آباد دست منتداری بیان میکنند. چنین عملهای خیر که از دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه گرفت، جانبداری پوری تمام قشرهای جامعه را پیدا کرده. در سالهای آخر بازنفسازی و منفرش کنی اکثر راههای نقلاتگرد حدود جماعت‌ها و کوچه و پس‌کوچه‌های محل زیست مساعدت کرد. امروز هر یک ساکن دهات خود گواه است که چنین بنیادکاری‌ها در محل زیستشان در کدام سطح جریان دارد. روند آبادانی و بنیادکاری‌ها عیان می‌سازد که مردم همه تشبس‌های سازنده سروری دولت را پیگیری نموده در آبادی جماعت ده محل زیست و در مجموع تاجیکستان صاحب استقلال همیشه آمادند که سهم‌گذاری نمایند.